رفقا چاکس مخلصم، فعتون بشم الهی. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید چنل موجیکاسیار. دوستان امروز همونطور که میبینید یه کلاسیک چالش داریم. خیلی دوستان بهم گفتن که آقا چجوری کلاسیک چالش بزنیم. کدوم دوستان حالا بهم گفتن نمیدونم، ولی بهم گفتن آقا چجوری کلاسیک چالش بزنیم، که منم از اونجایی که 17 تا کلاسیک چالش زدم، چند تا هم زدم جدیدن دیگه ثبت نمیکنه. برای همین میخوام که با دک دابل مینیون واقعا بچسبیم یه کلاسیک چالش رو تموم کنیم. رفقا تصویرم هم میارم اینور، صدای بازی هم ردیف میکنم. آقا رفقا برو بریم. لاوا چپ دوستان. اوه ای رفقا بهتر از این نمیتونستم دفاع کنم حقیقتا. دیدید که چه حمله ای زد داداشمون، یه ذره شاشش تنده، زب زد ریجم زد. خب بالونو میریم. قاعدتا هوایی زن هم اگه داشته باشه اکسیری نباید داشته باشه که بخواد بالون منو دفاع کنه. بله دوباره پیدنسشو میندازه. یه مینیون هورد میندازیم رفقا، یه مینیون هورد میندازیم جمع کنه دیگه. چون اگه میخواستم ماینر بندازم زب بزنم دوستان، اون پیدنس دوباره دفاعی منو تاور منو میگرفت. از اون برم دیگه نیازی نبود الان بمبه رو بندازه و زب بزنه. خب رفقا اینو قشنگ اینجا بیذارم. خب اون تاورش افتاده، یه ماینر میریم جایی که نتونه پیش بینی کنه، زپش هم رد میکنیم. بله اون تاورش دست ما. خب دوستان لاوا سپر، حالت این لاوا حکم یه لاوا دفاعی رو داره و صرفا برای حمله ما روش حساب نمی کنیم. دفاعی هرچه بابت از این بابت که مگا مینیون یا اون چیزایی که پشت جاینت میخواد بندازه. خوب شد بربر رو نرفتم. فقط مینیون هورد خیلی تمیز اینو جمع میکنه. داداشمون فکر کرد زرنگ مرنگی چیزیه. یه ماینر بک که اونجا سخش کار. یه بالون وسط. خوب لایتینگشو زد. خیلی باید حواسمون باشه که یهو وسط راش نده رفقا، دکه وحشی داره. ببینیم زپو میزنه، ریجش هم میزنه، سری مینیون هورد. بچه زف داره دیگه، تیر نره. لایتینگ ریج زپه. ما باید از این فرصت استفاده کنیم. مگا مینیونش افتاد، بالون هم رد میشه. جی داداش برو، حالا بعدم بیا بهت میگم باید چی کار کنی با این دک. اسکول پلش موفق باشی. قلب منی داداش، قلب منی. خب این برای بتل بعدی نت ما رو ببینید رفقا، برقا رفته. یه روز که خونه خالیه بخواستیم تو خونه ویدیو بگیریم، این شانس ما. برقا رفته. برو دیگه خارکسه. صدای موتور تخمیش تو ویدیوی ما بیا. بچه ها نمیاره، من اینجا رو یه کات بدم. خب رفقا اومدم. صدای بازی هم قطع بود، اونم ردیف کردم. فیس هم بچه ها الان اوکیش میکنم بعد این بتل. حقیقتا نمیشه تو یوتیوب اسموک کشیدن و نشون داد، برای همین مجبوریم که آف کنیم دوربینو. بریم برای بتل بعدی رفقا. داداشی های گل چه شد؟ خوردیم به تراینر یاسین. گود لاک برو. ماینر دقیقا این نقطه.
تیرم میزنیم. داداش خودت خوب بازی کردی بچه. یه بالان سولو چون مینیون ستاییش انداخته، اگه بخواد دفاع کنه باید اکسیر زیادی بده، یا اینکه اونجا رو کلا ول میکنه پشت گالمشو پر میکنه که بهش دارم از الان میگم داداش از این خبران نی. خب مینیون ستایی بک، لاوا سپر. لاوا باید سپر شه، شاید تاورم بیفته ولی لاوا حقیقتا باید سپر شه چون کوره دخل دک منو میاره. حالا رفقا یه حرکت استثنایی میزنم، کورش ازش میگیرم. یه زپم رو اون میزنم که اونم بیفته. به به زپ مینیونش هم افتاد. به به رفقا اینجور جاها شما نباید سری بربر رو بندازید هول کنید. دیدید که خیلی ایزی با یه مینیون ستایی دوتاشون گولمو زدن، یکیشون هم جغله رو، و لاوا هم سپر شد که دیگه اون کورش اذیتمون نکنه. خب دوباره بچه چون مینیون ستاییشو انداخته بالون، دوباره بالون. حالا مینیون ستایی چون جغلهشو انداخته اکسیر نره، حالا کورشو انداخت. یه ماینر رو کوره میندازیم رفقا. یه مینیون خوردم اینجا میریم بیفته کوره عالی میشه. یه زپ روش میزنیم. ای ریدم با اون زپم. ولی ببین بازی همچنان دست ما. بعدا سرش رفقا تیر رو رد میکنیم. داداشمون خیلی زرنگه، فکر کرد الان دیگه با اون کوره میخواد تاور بگیره. اما بچه گله مینیون ستایی هم پشتش واسه مینیوناش درجا میندازه. نه خواهی کرد. به جی جی داداش تا تو گو خدافظ رفیق، خدافظ. حالا تو مچ بعدی جبران کن. باشه من ایرانی باید بگم نتم خرابه نه تو چاقال. کسچری میگم رفقا. جواب هم گاییدن ما رو. خیلی خوب برای بکس بیری برای ویر بعدی. خوردیم به رافوشیش. این چه اسمایی ناموسم میزنه، اصلا اسمو نمیشه خون. لاوا چپ گوست رو میندازه، یه ماینر میندازم. حال نکردم اصلا ول کنم گوست رو یه لحظه، نمیدونم چرا. خب ویزارد گوست چه دکی میتونه باشه با هم میبینیم. مینیون ستایی رد شه که اگه تیر داشت تیرشو ازش بگیریم رفقا. تیر ما میزنیم خدا کنه نگیره رو مینیونا ویزا. ای بابا اینو بزنید دیگه، چرا ولش کردی؟ ببینه برابکس. خب عالی شد عالی شد عالی شد. هیچ هوایی زن دیگه این نداره. وای بطس چی میگه دیگه دیوز؟ بطس چی میگه بابا؟ بربرا دمیج خوبی رو میدن اونور. یکی دیگه مرسی آقا. پرنسسش رو همونجا میگیریم که ماینر بعدش یه دمیجی هم به تاور بده. بله لاوا همون سمت بدون ترس و واهمه‌ای. لاوا راست دوباره ویزاردش رو میندازه. خدا رو شکر ویزاردش ایوونی واقعا سخته. ویزارده آقا تصویر ما هم اومد، تصویر انمون. حالا انگار چه توفه خاصی هستن. یه تیر خدایا مرسی بالون پشتش سری مینیون باسه بدساش. به دیدید رفقا دیگه بابا این کلکا. ماینر زپ هم رد میکنیم. ماینر زپ واو به این ماینر زپ تیر واو به این ماینر زپ. خب رفقا ما این تاور رو باید بهش بدیم. مینیون هورد رو از عقب میندازیم که اونو بزنن.
سریع هم اینجا بربر، سریع اینجا بربرام ثانیه غیب شدن. آقا ما اون تابر رو سریع هم باید بگیریم. مینیون ستایی. خب زپ میزنیم که ماینر یکی دیگه بزنه، یکی دیگه بزنی داشم یا مرسی که ستون. آقا بابا کی رفت تو دارو نهرت؟ نیفتاد تابر رفقا تابر نیفتاد. رفقا تابر نیفتاد. مینیون ستایی وسط رو سیف میکنیم. لاوا خیلی باید حواسمون باشه رفقا، دارت گوبلین داره. خب یه مینیون هورد بندازیم. حالا زپ ایوو. مرسی تموم. جی خوش گذشت، خوش تیپ. بچه ها ریدم یه لحظه، به قرآن دستم خورد اینجا، هنگ کردم یه لحظه، هنگ کردم بچه ها، هنگ کردم. آقا ما یه داستانی حالا تو این ویدیو تعریف کنیم، همینجور که بتل میزنیم. قدیما یه پیج مشکلات جنسی رفقا داشتیم، یه زنه اومده بود توش نوشته بود که یه سوالی پرسیده بود، نوشته بود من و شوهرم 4 سال ازدواج میکنیم. بعد زنه چند سالش بود؟ 24، شوهره 25. بعد گفتم خب حالا مشکلتون چیه؟ گفت حقیقتا ما روزی 3 بار تا الان سکس داشتیم و این که میخوام بدونم آیا مریضی چیزی میگیرم یا خیر. برگشتم گفتم من میتونم راجع به این قضیه با همسرتون صحبت کنم؟ گفت بله. هیچی آقا، من با شوهر صحبت کردم، برگشتم بهش گفتم بیناموس کیر تو فرق سرت، تو تا الان لباس تنت بوده تو خونه؟ کسکش تو که داری کلن کونلخ میگردی تو خونه، اصلا بی خیال مریضی اینا، اصلا لباس پوشیدی تا حالا تو خونه؟ من نمیدونم داستان چیه. خب آقا برگردیم به بازی. کسچر بسه. بله دریلشو میندازه، ما هم با یه مینیون هورد خجالتش در میاییم. به پویزنش هم که زد، لیتلش هم که افتاد، همه چی بر وقف مراده. لاواراس خیلی خوب رفقا، لاواراس لابامون همینجوری داره میره. نایت بربر رو نایتش گریلشو میندازه، دوباره مینیون ستایی. البته بربرا هم برگشته بودن ها. تیر رو رد میکنم رفقا. اینجا هم یه ماینر. ای زپم رو ریدم، زپا دقیقا رو چی زدم. بچه خیلی باید مراقب اسنوبال ایوو اینجور دکا باشید. الان دوبار اسنوبالش رو زده، یهو دریل رو میندازم پشتش رو پر میکنه، یه اسنوبال ایوو تنگش میچاقه، یهو میبینی تابرتون رو گرفته رفقا. خب مینیون ستایی شد، بربر ننداختم، یه ارام رد میکنم که دمج کمی بخورم. به به این دفاع. لیتل پرنسش رو این سری با زپ ایوو میگیرم، خیلی ایزی هم میگیرم. نگاه کنید. یکی دیگه. مرسی داداش، تموم کارت. یه کاری کردیم که مجبور شه اسنوبال ایووشو بزنه. آی چه دفاعی میکنه حرومزاده. بابا بی خیال دیگه مشتی، من ولت نمی کنم که. اونجا مثلا چیز داشتی، چی میگن، کنون ایوو داشتی، الان که چیزی نداری. برو بابا برو. باز مملایتو نگیر اینجا بابا، چیرن تو فرق سرت. آقا اینه 4 هم رفتیم. تا اینجا عالی بود. خب چه شانسی رو باز میکنیم. خب بریم برای مچ بعدی رفقا.
بریم برای مچ بعدی. بابا نیا دیگه، این اعلانا رو ما ورنشیم گایید. خوردیم به ویلیا کول. یاره کوله، آدم کولیه. باشه یه ماینر یه جایی که هیچکی نتونه پیش بینی کنه. اوه 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 اوه. بچه مینیون هورد از عقب اینجوری میندازیم. این اسفلش یارد رفقا. خیلی خوب. اسفلش یارد اکسیری خرج میکنه رفیقمون. تا درگیر اونور رفقا یه بالو ماینر از این ور بریم با مینیون ستایی. بازی رو همینجا بچه ها باختم، همینجا بازی رو باختم. من نمیدونم چرا انقدر ضعف دارم جلو این دک اسفلشی ها. اصلا نمیدونم بابا، به خدا تو ویدیو نباشه بچه ها خیلی وقتا راحت زدمش ها. نایتو چیکار کنیم؟ مجبورم بربرمو برم. مجبورم رفقا. یه ذره تاریک داره میشه بچه ها. من این لامپ رو روشن کنم. تصویرتون میره ولش کن رفقا. ریدم به خودم بابا. خب رفقا یه تمرکز ریز بدیم. اصلا دوست ندارم این کلاسیک چالش تو 6 تا وین اولش یه دونه هم لوز باشه. بنابراین تمام سعی و تلاشمو میکنم واسه اینکه بتونیم یه جوری وین بگیریم دیگه. بچه این دک خیلی اذیت کننده است، مخصوصا با اون بی همه چیز. ارورت شد. زپم بزنیم اونجا کوره اوش ببینیم میفته نیفته. ماینر اونا بک بخورن. بابا کجای کاری بربر اینا رو بزن. آها مرسی از تاور که رونایت نگرفته. خب رفقا دوباره با لاوا رو بریم به حالت سپرتور. کنترلی با پلی بریم جلوش دیگه رفقا، تا یه جا با یه حمله دو طرفه نایس گلوشو ببریم. اون پرید مینیون هوردو میندازیم. اینجا هم یه دونه واسه آیس ویزاردش ماینر. زپ ایو رد شه. خب بچه ها یه بالون ماینر از این ور، یه بالون مینیون ستایی از این ور. بله نمیره سمت بالونا، نمیره سمت بالون. چیه؟ نمیره سمت اون کابلینگ ارسش. مینیونا جر میدن الان. یه زپ رد کنیم. گوشی من چه لگی خورده. باختیم بابا، این دکو نمیشه زد. هر کی این دکو میتونه بزنه با لاوا دابل مینیون بیاد من تخماشو لیست بزنم براش. دوباره لاوا نمیشه دیگه. دیدید که بدون هوایی زن کلا سری سایکل زد، یه دونه گذاشت بزنه بالون من. خب بچه یه حرکتایی داره میشه. وای ناموستو گاییدم. چی جوری باختی؟ ناموستو گاییدم. رفقا اینا به این حرفا نمیخورن. رفقا نفسشونو میگیرم. چی جوری باختی؟ کیر تو دارو نداره. چی جوری باختی؟ به جان حال کردم. نگاه کن آیس ویزارد کوره با پویزن. این بی کس و کار این لاوا رو میگاه رفقا. بچه تصویرم خیلی داره تاریک میشه. آقا فیس رو ور میداریم. یه بتل آخرم براتون میزنم زودی میام. خب دوستان موجی کاکا وارد میشود. بریم برای وین بعدی. امیدوارم همین جوری پرقدرت ادامه بدیم. خب دوستان تو سرچین. بله حریفو میندازه. فارمن چاکر داشت فارمن. زپو میزنیم. یه دونه مینیون هورد. حالا ما تا زپو زدیم داداشمون اینو میندازه.
تیر نمیزنم چون بچه بربر مرتارم نگرفت رو تاور. عجیب بود. خب رفقا، مینیون ستایی لاواراس. امیدوارم تایمینگش یه جوری باشه دارت گوبلین رو نه دارت گوبلین گرفت رو تاورمون. نره لاوامون داره میره. کوره رو انداخت. هیچ ایرادی نداره، اصلا ایرادی نداره. بالون با فاصله که اون اسپریت های کوره دمیج نده. بالون بک زپ و روش میزنن که اون زودتر بیفته. مرسی ماینر. اینم تیر. خب مجبور میشه اینو بندازه رفقا. خوبه، این عالیه. اون خیلی اذیتمون میکرد. آخ 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 آخ. ببین هر یه ذره دمیج میده دیگه، فدا سرش. نزن دیگه اسمت کیوری، هواندازه من دمیج دادی. 4 تا اسکلت کیونی. خب برابکس عالیه تا اینجا. لاوا چپ به اکسیر 2 برابر رسیدیم. قول میدم که این سری کوره جواب نیه. اونو میندازه، خیالت راحت. کوره جواب نیه واسه دفاع مینیون هورد. اصلا کوره جواب نیه. سری زپ ایو رو دارت گوبلینش بدون هیچ فرصتی. این ورم یه مینیون ستایی. به به باینر که مرتارش نگیره. تیرم رد میکنیم. یه دونه بزن. نزن مرتار. مینیون هورد. بچه فکر کنم باید با تاورم خدافزی کنم. اینجور که گوش میاد. بله بچه با تاور خدافزی کردیم. لاوا بچه اصلا نترسید اینجا. تیر تایمینگی باید بزنید. اینم تیر تایمینگی. اینم یه ماینر. اینم زپش. رفقا اوضاع خیته. باختم داداشای گل، باختیم بازی و الیم متشکرم ازتون بابت این که باخت منو نگاه میکنید. نزن دیگه مرتار. کیرم توش. آقا ما قسمت نیست مثل این که یه دونه ویدیو رو بدون باخت پشت سر بذاریم. هیچ ایرادی نداره. یه مچ دیگه میزنیم که این 6 برسه. نباید لاوا میرفتم. میدونستم مرتار ایو داره. نباید لاوا میرفتم. یه ماینر. مرسی بابت ریج. باتس همه چیشو انداخت دیگه. خب الان اگه من یه بالون یه مینیون ستایی پشتش بندازم چیکار میکنی؟ به به چه دفنسی کردم. بندیتشو چی اسم خوبی داره این. قوچ سوار خارجیش یادم رفت رفقا. خب دوستان تقریبا یه دونه دمج ما جلویم و این عالیه. لاوا راست. ببینیم چی میشه رفقا. خب بطسش انداخت. احتمالا تاورمونو میگیره با اون بطسا. چونی بطس میندازه رو پل. تا حالا هیچ کسکشو ندیده بودم بطس رو پل بازی کنه. فایر کرکرش هم انداخت. خیلی خواهی داره. بزنید یه دونه اون فایر کرکر. مرسی. بالون رو برابکس رد میکنیم. دست رو ماینه رو تیر آماده. یه مینیون ستایی بندازم بهتره.
دست رو زپ. به زپ. بزنید فایر کرکر رو. مرسی به به. اینم از تاورش رفقا. خیلی ایزی. بذارید بزنه فایر کرکر. بعد مینیون هورد رو بندازید. مینیون هورد بگاه رفتن. مرسی که بطس میندازی بابت دفاع اون مینیونا. لاوا چپ داره میره. بالون پشتش. ارو رد شه. مینیون ستایی. دستمون روی زپ ایوو برای بطس تکاملش. ای وای، چرا زپ ایوو رو اونجا زدم حاجی؟ ریدم و چه حالی میده بچه اینجوری حملتون بگیره. یعنی دابل مینیون خوراکشه. به اینم از این وین. خیلی ایزی. زپ ایوو من بهش هدیه دادم. زپ ایوو آموزشی بود دوستان، یادتون نره. خیلی خوب رفقا، اینم از این مچ. تا وین 6 کلاسیک باستون زدم. تو ویدیو بعدی 6 به بعدشو براتون میذارم و امیدوارم که همتون بتونید روزی کلاسیکو خیلی ایزی بزنید. دوستان خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. چاکس.